سلام و درود خدمت دوستان عزیز. رمضانی هستم از تیم مستر سیگنال و در خدمتتون هستیم با بررسی وضعیت بیت کوین. امروز هم چهارشنبه 13 تیر ماه و 3 جولای هست و قیمت بیت کوین در حال حاضر 60640 دلار تقریبا در حال معامله است و ناحیه بسیار ناحیه مهمی هست و میخوایم با هم بررسی بکنیم ببینیم که این کف کانال 60 چه اتفاقاتی رو میتونه رقم بزنه، شرایط و پیچیدگی هایی که روی مارکت به وجود اومده چه اتفاقاتی رو پیش رو خواهیم داشت و با هر کدوم از اتفاقاتی که پیش میاد چه سناریو و چه پلنی رو میتونیم داشته باشیم. خب یه سری نواحی مهم هست و یه سری اتفاقات مهم هست که میتونه تاثیرگذار باشه از الان به خصوص تا نیمه شهریور که سپتامبر میشه. سپتامبر نواحی تصمیم گیری بسیار مهمی هست. جلسه مهم فدرال رزرو رو خواهیم داشت در سپتامبر و که یک ماه دیگه است، تقریبا یک ماه، حدود 40 روز آینده است و اون محدوده میتونه محدوده بسیار مهمی باشه برای تصمیم گیری های باز جدیدتر. امروز هم چهارشنبه 13 تیر باز حساسیت ویژه‌ای رو داره. چرا؟ چون قیمت در کف کانال 60 قرار گرفته و چند تا نکته مهم. خب اگر تحلیل‌های قبلی رو دیده باشید، ما حرکتی رو که داشتیم این ناحیه پایین رو، کف کانال 60 رو به عنوان حمایت در نظر داشتیم. کف تریدینگ رنج ماست. سقف تریدینگ رنج ما محدوده 72-73 هزار تا بوده که واکنش جدی رو نشون داد و برای چندمین بار هست که قیمت در کف کانال قرار گرفته و این اصلا نشانه‌های جذابی نیست. دو تا خط زرد من اینجا کشیدم. این دو تا خط زرد رو با همدیگه یک مروری بکنیم ببینیم که چه اتفاقاتی رو میفته. این دو تا خط زرد محدوده 63500 و 64500 هست تقریبا. از اون موقعی که قیمت از 70000 تا ریجکت شد به سمت پایین، صحبت ما این بود که محدوده 63500 میتونه محدوده جذابی باشه. چرا؟ چون اگر که این کندل سبز سعودی رو نگاه بکنیم، اینجا یک فیر ولیو گپی داشت اینجا که قیمت میتونست برگرده اینجا و محدوده واکنشی بسیار جذابی رو داشته باشه برای اینکه اگر مارکت قصد بر صعود داشته باشد، بهترین محدوده واکنشی بین این دو تا خط زرد رنگ بود که خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد. حمایت خوبی اینجا صورت نگرفت و نکته خیلی خیلی مهم دیگه ای که اتفاق افتاد اینه که این کندل های دو روز گذشته رو اگر اینجا با هم دیگه ببینیم، دو روز گذشته این دو تا کندل قرمز رو بذاریم کنار و اگر این سه تا کندل سبز، این سه تا کندل سبز خودشون رو به این ناحیه رسوندن، به همین ناحیه فیر ولیو گپ بین دو تا خط زرد رنگ ما و از اینجا ریجکت شده قیمت و این خیلی خیلی مهمه. ناحیه‌ای که ما قبلا انتظار داشتیم حمایت باشه و این اتفاق نیفتاده، برگشته و به مقاومت تبدیل شده. خب داستان چیه؟ داستان اینه که مارکت و بیت کوین اگر بخواد حرکت‌های صعودی داشته باشه باید سطح 63500 رو پس بگیره. من به بچه‌های خانواده 10x و همین امروز صبح به بچه‌های خانواده 10x هم گفتم اگر می‌خواید روی بیت کوین لانگ باشید باید اجازه بدید 63500 پر اگر با کندل 4 ساعته، حداقل یک کندل 4 ساعته سطح 63 الی 63500 رو پس گرفت، یعنی اینکه میخواد آماده بشه برای حمله به سطح 66 و 67000 تا نقدینگی بسیار زیبایی رو جمع آوری بکنه و بعد از اون همون شاخه نارنجی که ما اینجا در نظر داشتیم بیفته. چنین اتفاق بسیار جذاب خواهد بود برای پوزیشن شورت گرفتن. این حرکت خیلی جذابه اگر این اتفاق بیفته، یعنی قیمت رو برگردونه به سر، همه رو غافلگیر میکنه توی سطوح 66 تا 68 و اینجا میتونه ناحیه‌های خیلی جذابی رو به ما بدهد. این نکته رو داشته باشیم. حالا نمیدونم این اتفاق میفته یا نه، ولی همچنان فقط با پس گرفتن 63000 تا این اتفاق میتونه بیفته. و نکته دیگه، خب حالا ما اگر که امروز هم چهارشنبه است و چهارشنبه ها هم میدونید چهارشنبه ها هم روزهای مهم تحلیلی توی هفته هستن و در صورتی که قیمت نتونه سطح 63 رو پس بگیره و از طرفی سطح 60000 تا رو از دست بده، بعد از امروز بعد از ظهر این اتفاق میفته و مارکت آمریکا واکنش خودش رو نشون خواهد داد. اگر ما باز هم واکنش منفی داشته باشیم و بچه‌هایی که پوزیشن شورت داشتن، من از صبح که از وقت 62 بوده تقریبا گفتم با حد 63500 میتونید وارد پوزیشن شورت بشید. همچنان هم همینه. اگر نتونه سطح 63500 رو پس بگیره، اهداف مسلما اهداف پایینتری خواهند بود. از دست رفتن کانال 60، ورود به محدوده 57500 54500 که محدوده ها جذاب‌ترین محدوده هولوش 54500 52500 و 49500 هستن که فعلا میتونن چا کنن، میتونن واکنش‌های خوبی رو روی مارکت به وجود بیارن. ولی در مجموع اصلا شرایط بیت کوین و آلت کوین ها در نقطه‌های جذابی نیستن و هر حرکت صعودی که داشته باشیم، حتی اگر اینکه گفتم خدمتتون این دو تا خط زرد هم پس گرفته بشود، اینجا ما میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم باهاش لانگ بشیم. برای چی؟ برای خروج سرمایه، برای نقد شدن، برای لانگ های کوتاه با حد ضرر 62-500 و خدمتتون عرض کنم که خروج از آلت کوین ها یا بیت کوین. یه نکته دیگه رو هم مد نظرتون داشته باشید.
اتریوم و بیت کوین حجم معاملات بسیار زیادی رو به صورت مشکوک از نظر من بین کیف پول‌ها و بین صرافی‌ها بسیار زیاد داره که این نشانه عدم امید برای صعود در کوتاه مدت و میان مدت هست و هر حرکت صعودی رو پول‌های بزرگ به عنوان خروج سرمایه در نظر خواهند گرفت. پس اینو مد نظر داشته باشید، ریسک زیاد فعلا جایز نیست در مارکت و فقط این مواردی که بهتون گفتم رو مد نظر معاملاتتون داشته باشید. این کندل‌های ماهانه است که شما میتونید در نظر بگیرید و خیلی جالبه که 1 2 3 4 کندل، 4 تا کندل غیر از این کندل آخر رو هنوز در نظر نگیریم. با این کندل آخر میشه پنجمین کندل ماه هست که سطح 60000 رو هنوز حفظ کرده. از دست دادن این سطح قیمت رو در سطوح ماهانه ببینید، این 52500 ببینید کجاست، اینجا تازه 50% کندل هست و در صورتی که ما ریزش‌های بیشتر داشته باشیم قیمت به راحتی و به سادگی بیت کوین در میان مدت سطوح 38 و 44000 دلار رو خواهد دید. به خاطر همین هست که پول بزرگ ترجیح میده که اگر این حرکت صعودی اتفاق نیفتاد به سرعت خارج بشه، چون قیمت‌های مناسب‌تری رو میتونه در آینده برای ورود خودش پیدا بکند. این از وضعیت کندل‌های ماهانه. همونطور که می‌بینید کانال 60 و از دست رفتن کانال 60 و تثبیت کندل ماهانه یا هفتگی زیر این بسیار بسیار میتونه نشانه ضعف سنگین برای میان مدت باشه و حتی بلند مدت رو به تأخیر بندازه. یعنی اگر ما چنین اتفاقی رو داشته باشیم، این 5 ماه حداقل چیزی بین 6 تا 12 ماه حداقل زمان خواهد بود تا قیمت در این محدوده‌های پایین زمان صرف بکنه تا آماده حرکت‌های صعودی در آینده بشود. در تایم فریم هفته بیت کوین هم اگر بخوایم بررسی بکنیم، باز همین داستان نشانه بسیار جذاب و مهمی هست که اگر این ناحیه ببین تا الان تمام ریجکت ها اتفاق افتاده، حمایت هایی که باید روی 60 اتفاق میافتاد اتفاق افتاده و حمله مجدد به 63500 هم ناکام مونده. فقط و فقط حرکت صعودی بیت کوین در صورتی است که 63500 پس گرفته بشه. فقط در این صورت میتونید لانگ بشی روی بیت کوین و در غیر این صورت باید بیشتر تماشاگر باشی یا خروج داشته باشی یا اینکه به هر حال حجم کم بکنیم و این داستان ها. اینا رو مد نظرتون داشته باشید. حمایت های 52 54 و 49 هم اولین حمایت های مهم روی بیت کوین در تایم فریم های هفته هم هستن. امیدوارم که مفید بوده باشه. براتون آرزوی بهترین ها رو میکنم. شاد و پرسود باشید.